در یادتون هست که با مادرتون کی گفته بودید باری آخر که مادر جان شما رو دوست می‌دارم؟ من این سخن رو بسیار می‌خواستم که برای مادرم بگویم، بسیار کوشش می‌کردم که برای مادرم این سخن‌ها رو بگویم، اما که وقتی که من با مادرم تماس می‌گیرم در وقتی گفتن این سخن زبانم لال می‌ماند و من تا به آخر نمی‌توانم این سخن رو به مادرم گفتن که مادرم من رو دوست می‌دارم. این حاضر در حضور ما زنگ زده با مادرتون بگید که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. کوشش می‌کنم. الو. انا جان. انا جان چیش گفت؟ که ساز با فنان جان اوست حقیقت خیلی دوست دارم. رحمت نجان اوست حقیقت خیلی دوست دارم. از من قصه خواهش کرد که وقت کنم نوکی داشتم در کدی بخشش سر. مادرم مای جانی جانم نور چشمانم هرگز نبینی درد و غم جان میربانم. راستی من مادرم رو بی‌نهایت زیاد دوست می‌دارم، اما وقتی که با مادرم زنگ میزنم من این کلمه رو به زبان آوردن نمیتونم، یعنی که من لال میمونم چون با مادرم این کلمه رو گفتن نمیتونم و باری آخرین در یاد ندارم که کی این سخن رو با مادرم گفتم. بیایید در حضور ما با مادرتون زنگ بزنید و بگویید که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. خب مایلش کوششم رو بکنم. الو سلام علیکم اوچه جان. اوچه جان من یک گپ شما رو گویم بعد مایلش. اوچه جان من شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارم. جانم فدایی هم دوست هنایم. بیایید در حضور ما زنگ زده و مادرتون بگویید که مادر جان من شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارم. باشد. الو سلام علیکم. سازی خوبی ها چجان؟ سازی خوبی ها چجان؟ شکر رحمت شما سازی خوبین؟ میگم که من شما رو دوست میدارم. مالی خیلی پناه کن وقت دار. مادرم مای جانی جانم نور چشمانم. بله من با مادرم بسیار گفتم اما بار آخر را در فکر ندارم کی گفتم. بیایید در حضور ما زنگ زده و مادرتون بگویید که مادر جان من شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارم. کوشش می‌نمایم. الو السلام علیکم. آنون جان سنگ ساز تو تاکی روزی مادرم با تبریک کنم ننجا نو که نگفت من ناتی گل بد اگه وقتی نبونی از این فکر فری دیرم بچم سلامت کنی رحمتی کلوم بچه جون بکرم روزی مادرم تبریک رحمتی کلوم انجام بده زنگ دیم تو با مایلش خوب. مادرم مای جانی جانم نور چشمانم